بله خب الحمدلله با دوستان یه خورده ورود کردن به مسئله که خودشون خیلی مهم میدونن و تاثیرگذاره و بسیار تعیین کننده است، ولی صرف یک تصویب و این بله ولی صرف تصویب، ببینید نتیجه عملیشو باید ببینیم چیه. حتما ترامپ چند روز دیگه هم شاید دوره بخواد برگرده، ما باید تو این میدون با قدرت بریم، از فرصت هامون خوب استفاده کنیم، فرصت هامون دست ندیم، شکار لحظه ها بکنیم. نشده و حال شرایط بیرونی ما داره نشون میده چه اتفاقاتی برای ما افتاده. معلومه اینو دشمنن، اما این قراره که این نکته فقط بگم نمیخوام چون حرفمون با هم یکیست. نگاه کنید ما اقدام کردیم، همین قانون تصویب کردیم. بعد این قانون، قبل قانون 300,000 بشکه در روز نفت صادر می‌کردید، بعد قانون امروز شده 1,560,000 بشکه. پس اقدام به خاطر قانون نبود آقا، به خاطر حالا من که 15 ثانیه به شما دادم زمان اختصاصی جناب پور محمدی. آقای قالیباف، داستان اوکراین، رقابت چین با امریکا، داستان تایوان، داستان حضور چین برای منطقه، توسعه نفوذش، راه مواصلاتی خط ابریشم مدرنش، اینا یه مناسبات قدرتی داره در حال تغییر. این مقدارا طبیعی است. بایدن هم به خاطر مشکلات دور انتخابات بعدیش ناچار خود ملاحظه بکنه. بله فرصت ایجاد شده. رشته تخصصی خب حالا اجازه بدید ژئوپلیتیک، حالا اجازه بدید، حالا وقت بنده است دیگه، دارم استفاده بکنم این فرصت ها. ولی ما تازه از همین فرصت هم خوب استفاده نکردیم. نفتمون ناچارم ارزان‌تر بفروشیم، تازه اون یه سهمو میبره، تازه نفتم پولش اونجا نگه میداره تا آقای زاکانی بره از همون سهمو ورداره باز قرارداد ببنده، یا تسهیلات از همون ردیفا با پشتوانه و ضمانت. خیلی پیچیده است قضایامون. به این راحتی نیست که فرض کنیم که من 1,000,000 بشکه بیشتر میفروشیم، خب نتیجه با تو کشور ببینیم آیا تورم کنترل شد، نقدینگی کاهش پیدا کرد، مردم سر سفرهشون وضع بهتری میبینن. اینجور نیست. پس به مسائل باید خیلی عمیق‌تر، جدی‌تر، همه جانبه تر توجه کنیم.